السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، الحمدلله که امیدوار هستم که هر یک کدوم شما صحت و سلامت هستین. ماه شریف رمضان باز هم برای هر یک کدوم شما مبارک باشه. دوستان عزیز، خواستم که بگم انشالله که دهه اخیر ماه شریف رمضان آمد. انشالله که یک عبادت یعنی مبدل به هزار است و نمیدونم شب قدر کدام روزها هسته. از همون خاطر دهه اخیر حرکت کنین، با طاعت عبادت الله بگذرانین، با تلاوت قرآن و با ذکر و با نمازخوانی انشاءالله تا اینکه همین شب قدر ما و شما یعنی چو کنیم عبادت ها را بگذرانیم، با عبادت الله یعنی شب قدر بگذرانیم. انشاءالله که از دعای صالحتان ما را فراموش مکنین، در حق ما دعا کنین. خدا هر یک کدیم ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرمایه و رزق حلال و عملهایی که نزد پروردگار قبول می شوند اون عملها را نصیب هر یک کدیم ما و شما بگردانه. خداوند همه بیماران را شفای کامل عاجل عطا فرمایه. در حق جمله بیمارانی که در داخل وطن هستند یا که دور از وطن هستند در حق اونها دعا کنین تا اینکه تیزتر شفای کامل عاجل عطا فرمایش براشون الله سبحانه و تعالی.